بمیرم من واسه عشق دوتامونو، تنهایی بی انتهامونو. امیر برای اینکه خب چون پولشو تو دادی یه گاز بزن. نکرده بود. پشمام. نگرفت فیلم. نرو نکن. فوش دیدم ها. وای همینه برو داشت میرم. نه نقب نه. رضا میرفته به واسه تو رو خور. سال یه عقب دیگه ساله. ساله برو تو میتونی. چرا نمیافتی؟ ای قرارم ساعت 6 صبح بود که بیایم ویدیو بگیریم، ولی بنا به دلایلی که خواب بودن این دوتا بزرگوار، خودم هم خواب بودم ولی خب صداشو در نیارید. آره قرار بود ساعت 6 بیایم طلوع تا غروب بگیریم. الان فکر کنم معلومه دیگه آفتاب چقدر اومده بالا. ساعت 10 از طلوع آفتاب 3-4 ساعت گذشته، ولی اشکال نداره. از اون ور بیشتر میمونیم تو ماشین، چند ساعت بیشتر میمونیم که عوضش در بیاد. هم یه ساعت من اینجا وایسادم، این بزرگوارا نمیان. یا دیگه فکر کنم اومدن، بالاخره اومدن. نگاه استیل گنگو، نگاه ترکیب و رنگو، نگاه باعت مردم. سلام صبحت بخیر. صبحت بخیر. دست بهش بدم. یه دونه دیگه. جلوم یه آلبوم پر از بچگی و کم زرزره. من آدم بسیار کینه. بله فهمیدم. خبر نه قرار رد کنیم. سلام. دامتون بخیر. Hello my friend. حالا دب شلوغ ولی آروم تو عکس، دور از قانون دوره. تو میخوای ویدیو بگیری دیگه. بیا دست. پر فکرای بزرگ، دنیای کوچیکم و چشم. اول صبح چقدر خوشحال شروع کردم. ببین بیشور در قفل کرده. درو باز کن. بخون در باز نکرد بزن شیشه رو بشکن بذارم از اون ور. مثل آدم رفتار نمی‌کنی. بچه‌ها یه عقده‌ای به نام صالح بیگر، عقده‌ای ترین آدم بیا دستم یزید. یا پایین بچه، یا پایین سرمون داد گرفت. سلام پایین بچه. سرد کشیده سلام سرد. درم حواسش نبود، در ماشین باز شد. ما رفتیم تو ماشین. خداحافظ. اومدنی صبحونه خوردی تو؟ نه در حد یه جرعه آب. آقا من حتی همون آورم نخوردم. الان باید بلند شیم بریم نون بربری بگیریم، ولی هم ماشین نباید پیاده شیم. بعد یه بچه تو راه پیدا کنیم داشت میری نون بگیری. من مسئولیت رانندگی رو گردن گرفتم، بقیه‌اش با خودتونه. من کمک میکنم ولی کم. من که کارت نمی‌بردم. اسپانسر این برنامه امیرعلی. رمز چند بود؟ قوانین. قانون 1. قانون اول، حق ندارید یکی رو از ماشین هول بدید پایین به هر روشی. نه. قانون دوم، حق ندارید به هم دیگه صدمه بزنید. این مقصود اینه. من گاینه کردم سر. آقا گردونه میندازیم، نفر اول و دوم و سوم مشخص می‌کنیم. به همین ترتیب، به همین روال تا آخر ویدیو به ترتیب چالش برمی‌داریم. چالش هم دوباره گردونه میزنیم و بهمون چالش میدیم. چالش‌ها رو حالا بعضیاشون رو بهنا نگفتم، داشتم می‌نوشتم بهشون نگفتم چیا هست، ولی بعضیاشو میدونم. بعد حالا جایزه این ویدیو، کسی که تا آخر تو ماشین بمونه یه سکه طلا از اون سکه طلا برنده میشه. از اون سکه طلا. اینو فقط خودمون. شما میفهمید آخر ویدیو میفهمید داستان اون سکه طلا چیه. خودت تکلم انداز. این کی زده؟ اینقدر انتظابی نمیدم. سلام. نون داره. خیلی هم بربری داره. خودتون. آ میشه فیلم بگیریم؟ نه پیاده نشو. پیاده نمیشم. آجی چالش داریم میگیریم، یه روز باید تو ماشین باشیم. نه باید پیاده شیم. استاد زحمت بکش برام. دو تا نون میخوایم. دو تا 3 تا بده. کنجدی بده. هزینه میکنیم. هزینه. ای دمت گرم. قربونت. عداد. نون. نون بده. از ساده به من بده. عجب. مادره. خاص آقا پسر هم ماشین نباید پیاده شیم. میتونی بهت کارت بدیم یه پنیر بگیری بیاری؟ کارت این کوچولوها خامه یا یه نفره ها هست.
دو تا بدید. چقدر راحت با این قضیه کنار میاد. حاجی یارو معتادی داره حساب کتاب میکنه. اونو میگی دیگه آره. دقیقاً. چرا از اینا فیلم میگیرم بچه؟ حساب کتاب ریاضیه. در رفت. بله شما سیاره. دایی جان بودی حساب کتاب چه دستش به اون داشته دست نگی به اونجا. شنیدی چی گفت؟ میگه آجا کجا میریم؟ یه حساب کتاب میگردی کجا میریم؟ حاجی عددا محاسبه وقت میلیاردی میشه پا میشه. دمت گرم. چهرت باشه مشکل نداری؟ دمت گرم. پنیر بچه‌ها پنیر. نون. اگر یه بار دیگه ما دیگه هم بزین خور سی شما. الان میخوام بشینن خوردن ما رو نگاه کنن. راست میگی. بی برو تو نون. بدون نون در میایم. تو دهنمون در بیا. خب بچه این همون محمد است. حریص خوبون بدت نخور. من انداختم رو کله این خودش. اصلا چرا تو ماشین پرت می‌کنی؟ میگم اینجوری گذاشتم رو کله این. خب معلومه پرتش میکنه پایین. خورد دماغم. اول همه بزن نفر اول. چیا توشه؟ همش مجازاته. چه مجازات هاییه؟ آخ اولین نفر خودم افتادم. اولین نفر برو دومی. نفر اول فکر کنم بعد من میافتم. دقیقاً مثل بنیامین هر سری دیدید نفر اول خودش میفته. مرسی نفر اول این افتاد. نفر دوم حساب نمی‌کنی انگار. برو رو امیر من نفر سوم شدم امیر نفر اول. خب حالا برو چالش‌ها. الان بزن ببین چالش من چی میفته. اول همه خودت بزنی. تقلب کردی. کوچ بیفته تقلب کردی. 5 برو ببین 5 چیه. ببین 5 چیه؟ 5 چیه؟ خیس شو هی خیس شو بچه‌ها مدرسه. باز آخه خیس شو رو خیلی با عشق نوشته بود که ما رو خیس کنه. الان آقا شما برید آب بخرید. برید بخرید. اگه تونستید برید بخرید. ماشین نباید یادش. محمد هم تو چالشه اسمشو نوشته تو چالش. اسمشو نوشته. اشکال نداره برو جلو سوپری من داد میزنم بهش میگم. هرکی داد. راستی برو هرکی داد نزنه. آقا میریم تو ساله تو آب میایم بیرون. برو تو ساله بطری آب. ایز بطری آب. بیا باید میکروفون اول باید در بیارم. کلات کامل بر پایین. بله. نه بابا اینها الان نیم لیترش مونده. اون فیلمو پخش نکرده بود احساس می‌کنم. نکرده بود. پشمام. نگرفت فیلم. دوره نه میگیم دیگه میگیم فیلم نگرفت دوباره میریزیم. آقا هشتگ حسین مظلوم خیس خالی شدم. کلا اینقدر آب بوده همش ویدیو نگیره. بده من خودم ویدیو میگیرم. برو گمشو. ای چقدر کلت تنگ کن. خیس شدیم. بیا نکن هول نده دست سرویس. آقا به تو چه هول میدی؟ بابا دستو بر. ماشینم میخوام خیس کنه. سلوار خیس. ماشینم میخوام خیس نشه. کلات قشنگ بتکون. بده دوربینو بده. کلات قشنگ بتکون. گوشی منو نکن. فوش دیدم ها. بتکونی همین مش میاد تو په. کاملا جدیم. تهدید کار تهدید رسیده. یه جا تو مش میزنم. دسته نگاه همه چی خیس خالی شد. کارو نگاه خدایی همش خیس شد. خب آقا برو چالش بعدی. چالش دوم محمده. برو 13 عدد 13 عدد منه. من میدونم 13 چی. 13 عدد منه. پوچ. 13 عددمه. اصلا ببین 13 عددمه. 13 عدد منه ناموسن. ساله 16 چیه؟ نصف ساق طلایی رو بدون آب بخور. ساق طلایی بخرید میخورم. بریم ساق طلایی بخریم. اینو ببین. این الان قرار بشه آرزوی تو. این دوتا آدم باش. آره فوش شده. 5 تا چی نصفش. نوشتم نصفش. 2 4 6 8 تا بردار. میشه 8 تا. یه جا اینجوری بکن تو دهنت ویو میگیره. دهنتو کن. نه بذار رو هم دیگه بکن تو دهنت.
اینجا نمیشه. خب 4 تاشو بکن. آجی نمیشه. آجی نمیشه. بخور. آجی 10 ثانیه وقت داری همه‌شو بخوری هر چی خاصی برات میخرم. یک دقیقه بهت وقت میدم همه رو بخوری. آقا اگه نخوری بعدش بهت آب نمیدیم بعد 10 دقیقه. اوکی وایسا 1 2 3 بابا 3 تا صدا کن دهنت زودتر تموم میشه. بخور وقت داره تموم میشه. بعدش هم بهت آب نمیدیم ها. گفتم دیگه تا آخرش هم تا 10 دقیقه. نه خودم آقا تا 1 من شرط رو قبول نکردم. من شرطی رو من نگفتم باشه. آقا اگه نخوری بعدش بهت آب نمیدیم بعد 10 دقیقه. بخور. ببینم چند تا داری. ولی یه دونم به من بده حواس کردم. خب تایمش تموم شد. آقا طلایه بده من بخورم اشون. 4 تا دیگه مونده. بیا. آقا 8 تای اینم من میخورم. یکیشو خوردم. چی 8 تاشو ما هم می‌خوایم. بخور 8 تا بخور. تو چالش 8 تا داشتی؟ من آقا تا 2 تای اول من استفاده میدم. میرم تو سال طلایه از دهن این میام بیرون. بابا یه دقیقه وایسا مال امیرم چک کنی. مال امیرم چک کن. 4 چیه؟ برای همه بستنی بخر ولی خودت نخور. خب باید دهن همه تونو داره پول از من میره اینجا فقط. بستنی های ما رو بده تا آب نشده بخوری. امیر جان داداش بیا. امیر نباید بخوره. من میدونم امیر بیا. بمیرم من واسه عشق دوتامونو، تنهایی بی انتهامونو، کی باید جمع کنه این قلب داغونو. امیر برای اینکه خب چون پولشو تو دادی بیا یه گاز بزن. بریم تو کیم؟ تو چوبای کیم بیایم بیرون. اینم از آشغال بستنیامون. الان نوبت منه. اون بر میبینم. 1 برو یه جای شلوغ از پنجره مسخره بازی در بیار. این خوبه. راست میگه. آقا سرم از پنجره میکنم بیرون ماشین بنده خودم خراب نشه. برو شما میخوام پاکش کنم. برو بیرون. خب ما رفتیم بیرون. حرف بزن. آجی بعد دارم نگاه میکنه. دستم ول که دستم آرامت نه نکن دستم بیشتر استرس میدی. آجی مردم دارن نگاه میکنه. دستم داد بیداد کن یه چیزی بگو. نکن بگو پوتیفار اومده. آجی سرده. مسخره بازی باید بکنی نه بابا سرده. مسخره بازی و الان مسخره بازی هم بکنی. آقا هنوز خوش نشدم خیسم سرده. برون برو. خب یه طور یه سری سارون برو. گوشی باید ازش بیفته. یه نیش ترمز ریز. آجی چند دقیقه؟ 5 دقیقه. چند دقیقه؟ 5. مستر هوا چطوره؟ مستر هوا چطوره؟ داشتم اولش آروم میرفتم دیدم نمیصفه بعد تون برم تا حاجی یخ کردم دهنتون سر. آقا کلم خیس خالی بود. محمده آجی پوست یه بار بشم نه 10 میدونم کوچ نیست. ناهار رو با سس تند خیلی زیاد بخور. آقا کن سلام پر پر سس تند میکنی با چیلی تای
از همه سس تندا متنفرم. آقا سس تند چیزا هست کوچیکا تک نفره چند تا میگیریم بابا چیلیدای بگیرید دیگه. نفر چیلیدای خالی میخورم. آقا چالشو گوشو تموم شد رفت. خب بریم رو منه. جواب پاک کن. ناهارت کوفتت شد. عمویی ادا بخوری ناهارم. ناهارت صالحه ناهارت صالح. آقا جایزه میدونی بچه‌ها میدونن چیه؟ جایزه یه سکه طلاه. همون سکه طلا که میگفتیم محمد اینا. برو ببینیم چیه. کوچه. کوچه؟ کوچه. طبل شادانه بکن بگیم کب زور شده شلوغ ولی آروم تو خاطر محمده. محمد بیا خودت بزن. نفر دوم محمده. جلوم یه آلبوم پر از بچگی کب زور شده شلوغ ولی آروم تو عکس 19 یه چیزی غنیمت بده به اولین نفری که پوچ شد. به خودت یه غنیمت بده. نفر اولی که پوچ شد خودت بودی. خب اولا چالشش دیگه. یه چی از خودت بکن بده به خودت. بیا. یه سس تون دارم نشسته کنار. بالا میارم سس تون بخورم. اشکال نداره. پیتزا کوچیک سفارش بده کمتر بخوره. با شکرت 7 رو رد کردم. آجی 7 تا هنوز تو بازی مونده. 7 چیه؟ رو صندوق باید بره بشینه بدون اینکه پاش رو زمین 14. ناهار زیر 100 تومان. برای تو که خوبه. اینکه پول نخری. نوبت امیره. نه رو 7 18. آجی 7 هم بیفته به این. تا 10 دقیقه حق اعتراض نداری. آجی این حرکت محمد همه بیشتر اذیت کنه. آجی این دوست نداره لپشو بکشیم. وای وای. آرش داره بعد میشد یا من نگاه کن. حرف میتونی بزنی اعتراض نمی‌کنی. گلی موهاشو خراب کن. دماغش بگی. چک بزن. نه این سیف نزدم آروم. سیف نمیزنم آروم میزنم. این چه خنده ها میکنه. این ریششو نگاه گوگلی. بیا جلو. سلام. آجی الان هر کم بیرون ببینه میگه اینو میخوام. شاید باورت نشه ولی تا الان 2 دقیقه گذاشته. بس دیگه یه فکری آجی وایسا. بگو نه لباس نه آقا رایت لباس خراب میکنه. لباس خراب. به آب داریم. نمیاد چرا؟ من میخوام کم بیاد یهو. آب باش تو صورتش. میاد تو صورتش تو نگران نباش. آب بمال تو صورت. ساعت چنده؟ ساعت بگو کلشو بخوری. یه نفس هم برو. نکن. نه این میپره تو گلو. نکن. قرمز شده آجی. خیلی بده هیچی نتونی بگی. این داره جمع میکنه بعدش به ما بگی حواست باشه. 2 دقیقه دیگه مونده که تمامه. ولش کن دیگه بس. یه چیزی گوشت بگم قبل شروع کردنت. آی تایم اعتراضاتش تموم. وایسا استاپ. اوکی جای. نه خطریه. یهو بس میخواد تنگوش کنه. کار خاصی نکردم. محکم و پرقدرت به گوشه بالای دروازه. آقا کد تخفیف تو داری یا تو داری برای اسنپ نهار؟ میتونه برای هممون با کد تخفیف بگیره. خب بیا گوشتو بگیر اسنپ بزن بریم نهارمون رو بخوریم. در حال جستجو کردن یک غذایی که صالح با بودجه 3000 تومانش بتونه بخره و همزمان ما از اون فروشگاه بتونیم غذا سفارش بدیم. خب متاسفانه غذایی پیدا نشد و مجبور شدیم بریم سوخاری کیلویی. تو چراغو خاموش کرد پادشاه تاجشو فراموش کرد. بچه‌ها اونا که خوابیدن
یکیشون بیداره. من اینو گرفتم دستم. باش بگذره. ما زدیم بیرون. گرفتن خوابیدن. پسر خوب. اوی پسر خوب. بکن. تو که پیاده شدی احمد. به منظور لفت گروه. الان باختو پذیرفتی؟ آره. شاش داری؟ خیلی. چقدر ساله زود بازیو ترک کرد. آجی فکر میکردم از اون سخت سگجوناست که تا آخر میمونه. ولی کرد رفت. سه نباشی ساله. خب احمد آجی خرید مرید چیزی داشته باشیم ساله ها میتونیم بفرستیم. اینا رو این دوتا جنازه ها خوابیدن. بیفتن. یه اذیتشون کن. من کاری نیستم اینه. باشید آجی رسیدیم فست فود. الان چی میخورید شما؟ امیرعلی باشو. امیرعلی چی میخوای برات بگیرم؟ انگشت جلو دوربینه. خب آجی الان ساله میتونه بره پایین برام خرید کنه بیاره. با کارت امیر نوکر اوشو داره. نه شوخی کردم. داشه گلمه. ساده. خب چی میخواید؟ وایستا. بذار دوربینه اینوری کنم. تا غذا آماده بشه گفتیم یه چند تا چالش هم بریم. منم نمیخورم. بریم رو من. بزن برای من بزن چی داره. 8 رکوردی فوت بنازم خوش شانس‌ترم من تو اینجا. دو تا پوچ افتاد. یکی هم که بهش افتاد عملاً بعد به خودش هدیه میداد. اونم که پوچ شد. 3 تا پوچ. همون تونده براش کافی بود. مثلا منم پوچای چی بهم نمیرسه. به منم هیچ پوچ نیفتاد. همش درم سرویس شد. از این امیر رو بیار. 1 2 از پنجره رفتم بیرون آبروم رفت. وای شانس آوردی. 6 چیه؟ ترکیب سم بخر و بخور. ایول. خب زندگی ترکیب سمر آقا خودم بهت میگم برو چیا بخر بردا بیار. بالاخره اومد ساله. این چیه توش؟ نوشابه رو گرفتی یا کجا در آورد؟ کجا در آوردی؟ پشمام. اول چالش محمد چالش تو باید بری. الان باید سس تون بریزیم. یه تیکه پیتزا بردار. من سس تون قرار بریزیم روش. آقا پر میکنیم ها. قشنگ یه گاز پر باید با سس تون بخوری. یه گاز انتخاب کن. پر کن. بریز. اینقدر بدمزه سس تونده. خب میمیرم من اینو بخورم. بخوردی باید بخوری. خور نیستم نکنید. بخور. بده. بخور رفت نزن. اولین گازت هم از تا آخر قرار بسوزی. بخور. حال نمیده دیگه بهت غذا. گوش داره میره. اینو نگاه کن گوشنه. زامبی. گوش داره میره. بخور. اینقدر بهونه نیار. بکن تو دهنت. خدایی چقدر تنده. اصلا تند هست. نه نوشابه نه. آقا بیا دوباره من برو. یا خدا. همونی که میخواه. افتر اومد. 7 عدد مسی رونالدو پشت. برو روی سند. الان باید پام زمین نخوره دیگه. آجی تو که میتونی پیاده شی. والله براش خب نه تو پیاده شو. یکیتون بیاد بشینه جلو من میرم آقا. من پام به صندلی‌ها نمیخوره که من میشم. چی بگم؟ پیاده نمیشم. خب آجی تو بیا برو اینجا. آخی خب من تو رو اومد 2 تا. من چجوری برم عقب؟ بابا صندلی تو بخوابون. دهنه بیا این درم وا کن. آره ماشین. نه پاتو بنده بیرون لبه در دیگه. 180 بزنیم وسط. الان همینجوری که پاتو تا میکنی. ایول اومدم عقب. آقا کمک بود قبول نی بخوام. توانی کردم. خب چجوری الان برم؟ درگوشم نیا. اینجا که میشه گذاشت. رو این. اینجا که میشه گذاشت. چاکر داداش. در نبندی ها. آقا اینجا رو بگیرم. تا همینجوری بشین دیگه هستیم. پای منو بگی.
با پا رو زمین نیست. در یه جوری من به در دیوار نخوره، یه ذره ببندش، یه کوچولو فقط من خیلی بازه. اسکولو دیگه. نبند محمد. باز حاجی در رو بستم. نه بگیر میگیرم میگم در رو بستم میذاره دست نداره. نه ولش کن بذار ببنده. من باخت نمیدم که. باخت نمیدی؟ نه. اینجا نگاه. لبه داره. فکر کنم باخت میدم. ساله شل کن وایسا ترمز نه. خب هه همین یا ترمز دیگه یا من داشتم میافتادم در نقب یه نیش ترمز بزنی افتاده آروم وای همینو برو داشت میرفت. نه نقب نه بذار میرفته به واسه تو رو خور. ساله یه عقب دیگه ساله برو تو میتونی. چرا نمیافتی؟ نکن چرا نمیافتی؟ در باز کن. او در ما میگم چه خیلی نسرسی در برای چی ما میکنی؟ در باز نکن. آقا بسته نیاتمون انداختنته چرا نمیدونم بسته آقا بسته دست نیست دست رو نگاه باید ببازی نه بسته آقا بزنم میام پایین واسم بیا از بیرون بگیر نه نکن در رو نگرفته بودم میخورد تو دستت. آره بابا خب بیا برو گوشه اینو بگیر گوشه اینو بده بهش بیاد فیلم بگیره میخوام بیام تو بیا اینو بگی اینو بده اینو بخور اینو بده آجی خیلی سفید باشه یه جا داشتی میرفتی ولی آجی تو نکن اینقدر از ما تحتم مونده بود خواهم برم اون وردی برم تو همینو برو تو دیگه بارو میره تو منی حال میکنی چقدر تمیز میکنی تو خب دیگه تو بشین سر جات آی دستم قرار بود آی حاجی من یه ویدیو تو رو اینجا عقص در رو واکم گفتم سال بگی دندقه من در رو وام کنم دستش فرمشه ترمز بزن همون دیگه من به نظر مغزم نمیگشید دارید این کر میریزی رو سقف گرفته بودم اینجوری دستام مثل مردن که بودی چسبونده بودم روی خب بچه‌ها اومدیم تو ماشین با ترکیب سم عمیق دیدید که اونجا چی درست کردم الان چیه قاطیش آتاشخال الان چیه قاطیه این چیه ببینم یه لحظه تو دوربین نشونش بده یه لحظه بده من نشون بده بچه‌ها که تو دوربین دیدن چه چیز سمیه اینا فقط ذوق من یه غلیظ شد غلیظه غلیظ قلعز آجی میکروفونو بگی دم دهنش ببین بوش خیلی بده من خودم تست کردم پشت میکروفونو گرفتی اصلا طعمش بد نیست من خودم تست سرشو بگیر از این بیشتر بهش نگاه کنیم بیشتر درد داره بخور خدا وکیلی هیچی نیست بخور آجی تهش میریم بیمارستان این بغل هستی یه سرم میزن اوکی میشه از یه بار دیگه من ببینم آجی اینا چیه توش قلمبه یا سورپرایزه نه میشه بگی خب الان این که میخواد بخوره ولی حالا من کجا آوردی آجی غذا که خوردیم این اضافهشو نگه داشته برای خودش چیز کنه گوشه کنار با همونا درست کرده سالاد اضافه سالاد کرده که انداختیم آشغال همونو برداشتی بله ننداختم آشغال بردم تحویل بدم ننداختی آشغال اومدم ببرم بندازم صد آشغال برداشتم بوی فلفل میده نه اضافه غذا نه ای چقدر بده
ای قیافه رو آجی داره میمیره. بریم تو نوشابه، بریم تو فانتا. با فانتاشو نوشته فانتاشو امیر الان تو باید چالشون بری که با اون با یه آدمی تو خیابون حالا یه جوری رندوم یه آدمی پیدا کنی و صحبت کنی یه جوری که انگار میشناسیش 10 ساله میشناسیش. حالا میخوای بری یا لف میدی؟ نه دیگه من سر همون کوچری که خوردم اصلا دهنم بو گرفته، طرف کسی نمیرم. یه واقعیتیه مثلا اون نمیرم. من همینجا لف میدی؟ پیاده شو. لفت خودو اعلام میکنم. رفتم. چطوری پیاده شو؟ حالا میرم. چطوری پیاده لف میدی واقعا؟ لفتم. پیاده شو. سخته اینجا چیز نیست. بردا بزنیم بعد پیاده شی. اونم لفته چه پیاده نشده. این پیاده شد. تو خواب بودی پیاده شد. حالا این رفت دستشویی. خواب بودی رفت دستشویی. پس ما هم میریم. پیاده شو برو پایین. ما که رفتیم ز این جهان بازی قانون داره. ما که رفتیم ز این جهان. من چه احساسی داری با ایستادی رو پاس؟ هم خواب رفته بودی اینجا. چجوری سوار شد؟ حاجی گفتم گام میده وگرنه گاز میدادم بازم. حاجی دهن سرویس چجوری سوار شدی؟ تو چجوری اونجا نیفتادی اون عقب؟ یه جا نشسته بودم رو هوا بود. دو تا قدم یه جامپ میداد که بتونه بیاد جلوتر. خب محمد الان فقط من و تو موندیم. این دوتا که لفت دادن من و تو موندیم. حاجی بیا یه کاری کنیم. آقا تایم ویدیو اصلا تموم شده. ولی ما خب دیگه یه غروب شده بچه‌ها. عملا الان طول تا غروب بود الان غروب شد. الان آسمون الان معلومه. عقب نگاه کن تاریکه. ولی باخت ندیم. من حاجی چونم خواب رفته، پاهام خواب رفته، کمرم درد گرفت. من چند بار خوابیدم ولی نمیدونم ویدیوشو گرفتی یا نه. خوابیده بودم این ترمز می‌کرد. تا اینا من دهنت سرویس. گوشیه رو آره خلاصه محمد الان من و تو برنده شدیم. سکه طلای نصف حله. نه داشت من کامل بخوام. من و تو برنده شدیم. اصلا به تو کامل نمیرسه. چالشایی که من رفتم خیلی سخت‌تر بود. رو صندوق اگه تونستی وایسا. تو نصفت پوچ بود. 3 تا پوچ دن سرویس. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. الان یعنی چی؟ الان نصف کنیم. طبیعتاً نصفش مال تو نصفش بر من. بس بزن بغل دو تایی با هم پیاده شیم. آقا پس بزن بغل دو تایی پیاده شیم نفرای آخر. یادش شدن با غرور. ایول. گوشیو بگیریم دستمون. نورم رفت. نور بیرون برق رفت. آقا پول برق نداده بودیم. پیاده آخه. من هنوز پیاده نشدم. تموم شده. تایم بازی تموم شده. آی آجی زانوام. رفته بودی بالا. نه تیزی زمزم تیزی خلاص. بچه‌ها خیلی ممنون که تا اینجا تماشا کردید. اگر البته تماشا کرده بودید خسته نباشید. خداحافظ. الان آزادی پیدا کردیم.